بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس عقیده را از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه دوام می‌دهیم. درس امروزه جایگاه بنده در نزد خدا. امام ابو حنیفه رحمه الله میگویند: وليس قرب الله تعالى ولا بعده من طريق طول المسافة وقصرها، ولكن على معنى الكرامة والهوان، والمطيع قريب منه بلا كيف، والعاصي بعيد عنه بلا كيف، والقرب والبعد والإقبال يقع على المناجي، وكذلك جواره في الجنة والوقوف بين يديه بلا كيف. یعنی دوری و نزدیکی بنده به خداوند از طریق دوری و نزدیکی مسافه نیست، بلکه به معنای ارزش شخصیت بنده و به قدری آن در نزد او تعالی است. بنده فرمانبردار بلا کیف یعنی بدون چگونگی به او تعالی نزدیک است و بنده گناهکار بلا کیف یعنی بدون چگونگی از او تعالی دور است. دوری و نزدیکی و روی آوردن به بنده واقع می شود. همچنین همسایگی او تعالی در بهشت و ایستادن در پیشگاه ذات یگانه او تعالی بدون کیفیت است. اکنون بیایید شرح گفته های امام ابو حنیفه رحمه الله را دیده برایم. امام میگویند که دوری و نزدیکی بنده به خداوند از طریق دوری و نزدیکی مسافه نیست. یعنی وقتی که ما میگوییم که این شخص به خدا نزدیک است یا که آن شخص از خدا دور است، این به معنای مسافه نیست. دوری نزدیکی مسافه نیست. این به معنای ارزش شخص یعنی قدر شخص در نزد پروردگار و این چنین به قدری شخص در نزد او تعالی است. بنده که در حیات فرمانبرداری الله را می کند، پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم را می نماید، این بنده بلا کیف یعنی بدون چگونگی به خداوند نزدیک است. و بنده که سرکشی از فرموده های الله می کند و به پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی نمی کند، این بنده گناهکار بلا کیف یعنی بدون چگونگی از خدا دور است. و امام ابو حنیفه رحمه الله در دوام متن می گویند که این چنین همسایگی او تعالی در بهشت و ایستادن در پیشگاه ذات یگانه او تعالی بدون کیفیت است، یعنی چگونگی اش را تنها خداوند می داند. ما وصف کردن نمی توانیم. اگر سوال کنند که برای چی؟ جواب این است که برای آن که ما خداوند را به جا و مکان وصف نمی کنیم. و جمهور علما نزدیکی و دوری را چنین تعبیر کرده می گویند: نزدیکی این رحمت الله تعالی است از روی طاعت و عبادت، و دوری این دور شدن نعمت الله تعالی است از سبب معصیت و گناه کردن بنده. یعنی چقدر بنده طاعت و عبادت کند، رحمت خداوند بر او زیاد می شود و چقدر که بنده گناه کند، نعمت خداوند از او دور می شود. باز خداوند خودش داناتر است در این مسئله. دوستان عزیز، خلاصه درس امروزه این است که نزدیک بودن به خداوند یا که دور بودن از خداوند، این به معنای مسافه نیست. این دوری مسافه نیست. این به معنای قدر و ارزش بنده در نزد خداوند و این چنین به قدر بودن بنده در نزد خداوند است. در آخر دعا کنیم که خداوند ما را از جمله آن بندگانی گرداند که با طاعت و عبادت نزدیک به او می شوند و ما را از جمله گناهکاران و بدکاران و شخصانی که از خداوند دور می شوند از آنها نگرداند و همه یار و دوستان خویش و تباران ما را به راه راست هدایت بفرماید. عمل کردن در دین را به آنها توفیق بدهد.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.